توی این جلسه قرار مدل، ویو، کنترلر رو توضیح بدیم و ارتباطاتشون که یه عکسی رو در ادامه خواهیم دید که عکس کاملتری از MVC و آمادهمون میکنه برای دوره بعدی که قرار یک فریمورک ساده‌ای رو بر اساس MVC با زبان PHP بسازیم. خب بریم سراغ مدل. مدل چیه؟ مدل وظیفه‌اش کار کردن با داده‌ها و منطق داده هاست و ارتباط مستقیمی هم با دیتابیس داره. مدل هامون حاوی کلاس ها و کد هایی هستن که با دیتابیسمون کار میکنه. داده ها رو از دیتابیس میگیرن مدل ها یا به دیتابیس میدن که ذخیره کنه. هیچ وقت کنترلر نمیتونه مستقیما با دیتابیسمون ارتباط برقرار کنه. اینو حواستون باشه. مثلا شما یه لیست از محصولات رو میخواید به کاربر نشون بدید. این کار مدله که داده های محصولاتمون رو از دیتابیس بگیره و به ویو پاس بده. میریم سراغ اسلاید بعدی. ویو. هرچی که کاربر در مرورگر میبینه میگن چی؟ ویو. ویو مکان قالب‌های CSS، HTML و JS هست. این ویو میتونه یک فایل کامل باشه یا یک فایلی که داده‌های درونش رو از مدل بگیره. میریم سراغ کنترلر. همونطور که از اسمش معلومه کارش کنترل کردنه و ارتباط بین ویو و مدل رو برقرار میکنه. اگر یادتون باشه آخر توضیحاتم توی بخش مدل گفتم که مدل داده‌ها رو پاس میده به چی؟ به ویو. ولی آیا این کار مستقیما انجام میده؟ خیر. این کار رو کنترلر انجام میده. کنترلره که داده ها رو از مدل میگیره و به ویو میده. تو این شکل دقیقاً ارتباط بین این سه بخش رو میبینیم. این کاربر درخواست میفرسته، درخواست میاد سمت کنترلر. کنترلر چک میکنه که آیا نیاز داره به داده های از مدل. اگر نیاز داشت میاد به مدل میگه که اون داده ها رو پاس بده به من. مدل هم میره داده ها رو از دیتابیس میگیره و پاس میده به چی؟ به کنترلر. کنترلر این داده ها رو به ویو میده. ویو هم در خودش قرار میده این داده ها رو، بعد اون قالب ها رو پاس میده به کی؟ به کنترلر. کنترلر هم اینا رو نمایش میده به چی؟ به کاربر. تو این بخش یه قسمتی هست به نام روتر. روتر کارش اینه که URL رو بگیره، تیکه تیکه کنه، از این تیکه ها بفهمه که کدوم کنترلر باید اجرا بشه. اینو نشونتون دادم که آماده باشید برای دوره بعد که میخوام یه فریمورکی رو بر اساس MVC با زبان PHP پیاده سازی کنیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ممنونم که تا اینجا ویدیوها رو دیدید و خدا نگهدار.